بعد از دو مرحله بازی پس از 14 دور الکی دو دسته های مکتب ورزشی خدمات آتش نشانی با بازی نیم نهایی را خط گرفته با هم سبقت کردند. در بازی فینالی دسته اکا با کمیته آلت‌های فوق‌العاده در میدانچه ورزشی شهر خاروق در محله سیف الله عبداللهیف سبقت نمودند. باید قید نمود دسته برای اشغال نمودن جایهای نمایان رقابت نموده. هر دو دسته می‌خواهند جای سزاوار را صاحب گردند. مربی دسته اکا شیخوف امزه و مربی دسته کمیته آلت‌های فوق‌العاده باشد انتظار قبادبیکوف وزیمه گرفتند. در میدان در هیئت دسته اگنتی آقاخان آید به مکان زیست ساربان بلسنف، نعمت سلطانوف، علیمشاه بهترین نشانزنان این دسته به حساب رفته. در تیم کمیته آلت‌های فوق‌العاده باشند تتیش قاسم شویف، دولت میر محمدوف، مدشاه گل دستشویف رقابت خوب نمودند. نتیجه مسابقه نشان داد که جای سوم نصیب مکتب ورزشی، تیم کمیته آلت‌های فوق‌العاده و اگنتی آقاخان آید به مکان زیست بین هم سبقت نموده. با حساب 5-4 دسته اگنت آقاخان آید به مکان زیست مقاومت حریفش را شکست داده غالب مسابقه نگین پامیر سال 2019-2020 دانسته شد. ما تایز 3 یا 4 ماه میشود که در همین مسابقه اشتراک کرده تئوری جدی دیده. ما کارمندان اگنتی آقاخان آید به مکان زیست امروز در همین مسابقه سزاوار جای اول گردیده. من بعد نیز کوشش میکنیم که در مسابقه های آینده نیز اشتراک خواهیم کرد. در فرجام مسابقه سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت سوره چهارشنبه برآمد نموده منهداری خود را برای تشکیل کنندگان این مسابقه بهر جلب جوانان به ورزش و تشویق و ترغیب طرز حیات سالم بیشتر گذاشتند بیان نمود. اظهار داشت که هر یک اداره و مؤسسه در برابر اجرای وظیفه‌های خدمتی و دولتی و جمعیتی توانستند که برای تشویق و ترغیب حیات سالم بین خشته‌های گوناگون جامعه سهم داشته باشند. سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت اینچنین دیگر ورزشگران را برای اشتراک نمودن در این مسابقه ورزشی سپاس بی‌پایان خود را بیان نمود. با مقصد عمومی گرداندن ورزش و تشویق و ترغیب طرز حیات سالم امروز در شهر خاروق در میدانچه ورزشی که از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان ساخته به استفاده داده شدند و امروز برای ما نسل نو از جوانان ورزشگران شرایط مهیا گردیده است که ما در همین میدانچه‌های ورزشی هر گونه مسابقه‌های گوناگون ورزشی را راه اندازی پیاده نماییم. به همین خاطر امروز در شهر خاروق ما جنبست مسابقه جام نگین پامیر که در آنجا زیاده از 22 دسته با هم در مدت 3 ماه رقابت کردند و این چوربین‌ها تنها در روزهای استراحت برگزار گردیدند در مجمع ورزشی شهر خاروق و امروز در بازی نهایی دسته خدمات آقاخان آید به مکان زیست و دسته ریاست کمیته آلت‌های فوق‌العاده در ولایت مختار کوهستان بدخشان با هم سبقت نمودند و دسته خدمات آقاخان آید به مکان زیست بر همه دسته‌ها غالب برآمد جام نگین پامیر را به دست آورد. اینچنین در مسابقه نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت شرکت ورزیده غالبان مسابقه و اشتراکداران آن را به افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی اینچنین دوچرخه‌ها سرفراز نمودند. این مسابقه با دستگیری و با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان با دستگیری سرپرستی با دستگیری شرکت موبیلی مگافون در ولایت مختار کوهستان بدخشان ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان فدراسیون فوتبال بدخشان برگزار گردید و این گونه مسابقه ها تا آخر سال نیز میان نورسان جوانان اداره و مؤسسات در آینده نیز برگزار خواهند شد. جام نگین پامیر به دسته اکاکی غالب مسابقه مذکور دانسته شد از طرف نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سپاریده شد.